سلام رفقا، خوش اومدید با یه برنامه دیگه با امیری کلاب در خدمتتون هستیم با یه ویدیو جذاب و فان که توی این ویدیو میخوایم براتون کامنت ها رو بخونیم، کامنت های جذاب و خفن و میخوایم صداگذاری هم بکنیم. بریم ببینیم چه جوری میشه. قبل از این که بریم ویدیو رو شروع کنیم لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش نشه، اون زنگوله رو هم بزنید. بریم بیایم. خب بچه بریم عکس اول رو ببینیم. یه خانومی اومده یه عکس از خودش منتشر کرده که حالا کامنت و لایک و اینا بگیره و زیرش کامنت ها رو بریم بخونیم. اولی رو شما برو علی جان. یکی نوشته، من خودم تقلید صدا میکنم، نوشته ای جان درود بر شما. خارجی هم اومده نوشته gorgeous یعنی مثلا خیلی بانمک و فلانه. بریم عکس بعدی. عکس بعدی هم این بچه ها یه ویدیو بوده که حالا ما اسکرین شاتش رو گرفتیم و داشته اون بنده خدا تمرین یوگا میکرده و ما میخوایم بریم کامنتاشو بخونیم. مثلا تمرین یوگا ولی خب ویوشون رو میگیرن دیگه. یکی اومده نوشته که لب شتر. یکی اومده نوشته که بهترینی. من اینو میخوام بخونم من این کامنت رو میخوام بخونم. اسماعیل نوشته که میشه واسه خودت بفرستم. یکی دیگه اومده زیرش نوشته قلب 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 قلب. نه البته اونایی که مثلا دخترن اوکی، یعنی اونایی که پیرمردن و یه سنی ازش دم پیری مرکه گیری اینا یه خورده. ولی یه پیجی بودش که اینا رو صداگذاری میکرد و اینا. از زمانی که اون پیج ویدیوهاش خیلی ترند شد داخل اینستاگرام، مردم دیگه جرئت نمیکنن برن مثلا کامنت های همچین مدلی بذارن. بریم حالا تصویر بعدی رو ببینیم. یکی اومده نوشته عکس پاش گذاشته، یه خانمی عکس پاش گذاشته، یکی اومده نوشته جونم، یکی نوشته روم، یکی اومده نوشته میفروشم. آره این خودش دختره، مثلا احتمالاً عکسایی که مربوط به پا و اینا هستش میفروشه. آره من زیاد. بریم عکس بعدی. این خانم اومده یه عکس گذاشته از خودش و یه جمله انگیزشی خفنم زیرش نوشته. حالا آقای امین اومده نوشته که دسته صندلی بودن هم زیباست. آتیش. بهرام اومده نوشته چته چرت طلایی میزنی خوشگل خانم. چرت طلایی؟ شورت طلایی شنیده بودم، چرت طلایی نشنیده بودم. یکی اومده نوشته میخوام عاشق بشم. جالب بود این کامنت ها. در نوع خودش خفنه. بریم تاثیر بعدی. سم کامنت های سمیه بچه ها. بازم همون خانم یوگا کاره است. بعد اومدن براش کامنت گذاشتن من تو رو روی سرم میذارم گل. آقا چرا این کارا رو می‌کنی؟ اوکی باشه بابا چرا رون انداخته بیرون؟ رونه دیگه، هممون رون داریم، من رون دارم، شما رون داری، این رون داره، اون رون داره. ببین بیسیکش کلا غلطه. البته یه چیزم بگم کلا فکر کنم همچین کامنت هایی در سراسر جهان هست. آره چون بالاخره مردو نمیشه مثلا کنترل اونطوری کرد، بالاخره هر 100 تا مرد 2 تا اول توش پیدا میشه. بریم حالا تصویر بعدی. این همون دوباره همون خانومیه که گفتم جمله انگیزشی گذاشته. یکی که اومده شماره نوشته، اینو حالا به ادیتور میگیم که حتما چیز کنه، سانسور کنه شمارهشو. یکی هم اومده نوشته کاش زیر پاهاتون بودم واسهتون نوکری میکردم. یعنی چی؟ چقدر بده همچین محتوایی، مخصوصا توی همچین فضایی مثل اینستاگرام که الانم جدیدن مثلا لایک های جدید رو نشون میده دیگه. مثلا یه شخصی رو فالو داری، اگر یه تصویری رو لایک کرده باشه برای شما هم میاد. خب مثلا فرض کنین آقا متأهل باشه،
بعد مثلا خانومش میره این لایکشو میبینه، کامنتشو میبینه، بالاخره آره درسته، شرایط براشون سخت میشه. یا حتی اگه مجرد تون نوکری واسهتون، اصلا من میگم کامنت منو هیچکی نبینه، اصلا من مینویسم، من خودم مینویسم کامنت منو هیچکی نبینه، ولی زشته زیر پای اون خانم میخوای چه نوکری بکنی؟ زیر پای اون خانم اندازه شما مطمئن باش 10 تا مثل شما هست. حالا بریم عکس بعدی. یه خانومی اینو نشون داد، میبینی؟ آره این عکس رو یه بار این همون خانومیه که از پاهاش عکس گذاشته، بدنش عکس گذاشته، حالا تیپ ناجوری هم داره. یکی اومده نوشته، احسان خان اومده نوشته یه بار فردیس اومدم جای قشنگیه بیبی، مخصوصا شب خیلی حال میده. این از این مخصوصا آره مخصوصا هم حتی اصلا اسپل کلمه رو هم کلا اشتباه نمیشه، مخصوصا هم اونجوری نوشته نمیشه دیگه. بعد آریایی من نوشته اینجوری لخت و پتی. حالا این چیزی نبود. یکی نوشته دقیقاً این حرف درسته، چون هر کسی در انتخاب سبک زندگی خودش با توجه به عقل و شعوری که داره لااقل قدرت تصمیم گیری واسه خودشو داره، و یعنی اگه دیگران بخوام واسه تصمیم بگیرن که وای بر احوال و زار طرف. ببین این کامنتی که مثلا میذارن بچه‌هایی که اینجوری میان، واقعا نمیدونم یا متوجهش نمیشن یا میخوان پشت دست اینا بازی کنن. حالا مثلا اینجور افراد رسالتشون معلومه، اومدن بدنشون رو بندازن بیرون، اصلا از نحوه سیس گرفتنش مشخصه دیگه، اومده بندازه که لایک و کامنت رو بگیره، ویو بگیره، فالوور بگیره، اصلا مشخصه. بعد حالا یه حرف انگیزشی هم میزنه، به نظر من ارزش محتوایی نداره، چون کاملا مشخصه که اون خانم اصلا هدفش چیه. بریم خب بچه‌ها این همون خانم یوگا کاره است. یکی اومده نوشته پاهت چه نازه چش قلبی. سیروس اومده 4 تا قلب گذاشته. رضا اومده نوشته سپاس. یه خارجی هم اومده نوشته سو سکسی. زهرا هم که حالا اومده قلب گذاشته. بریم تصویر بعدی. یه خانم اومده عکس گذاشته، عکس بوده یا فیلم بوده؟ این یه ویدیوه. اون خانومه داره میگه که من از سینگلی مثلا میخوام در بیام و از این داستانا. اون کامنت ها رو براتون میخونم. یکی گفته پاهات عالیه، پاهات عالیه. حالا ما پا داریم، نمیدونم چیه پاهاشون عالیه. نوشته این پاها لیس زدن داره. بچه ها بعضی نه نوشته این پاها لیس زدت داره، یعنی انقدر هول همینو میخواستم بگم. بعد انقدر هول شده نوشته ابن پاها لیس زدت داره. ندیدم. ابن پاها لیس زدت داره. بعد یکی هم اومده نوشته بده بکنیم دعا کنیم. گل این دختره اومده یه هیت بهش داده، قشنگ بود، من برای همین این اسکرین رو گرفتم. نوشته به خصوص پر و پاچه کج و کلت، خدا وکیل اینو راست میگه. اینو راست میگه. بریم تصویر بعدی. این یه آقای اسمش کامرانه. حالا من اسکرینش رو به خاطر این گرفتم چون خیلی دیدمش توی این همچین سبک ویدیوها داخل اکسپلور اینستاگرام، خیلی دیدمش. شاید باورتون نشه توی مثلا 50 تا ویدیو که مثلا حالا یه دختری بود یا حالا از این تیپ ویدیوها حالا اکسپت کردن. آره. اکسپلورشون این شده. اومده بود نوشته بود که من 52 سالمه، شوگر ددیم. آقا کامران سنی از شما گذشته عزیز دلم، بس دیگه، جا تو به جوون ترا بده لعنتی، بذار یه خورده هم جوونا نفس بکشن. آره بابا چه خبره بابا، با 52 سالته، بسته بشین شوسفیل بخور. آره به قول رضا پیشرو. بریم عکس بعدی. علی جان شما بخون کدوممون خوشگل تر هستیم، من یا دوستم؟ این دوتا دختره این عکس رو گذاشتن. آقای اومده نوشته دوستت شب خواب چند. این از اوناست که بیزینسی کار میکنه، بیزی بازه. آره. یکی اومده نوشته یه خانم دایرکت چشم همین الان. آقا نیما درخواست میدم همین الان. آقا نیما الان میگیم بچه‌ها بیان. بله.
حاجی هم که اصلا اسمش معلوم نی اومده نوشته هر دو کلب چشی قلبی و یکی هم چشم رو تماس گذاشت. آره بریم تصویر بعدی. چی نوشته؟ این اولین کامنت نوشته که زن مطیع بیاد. فکر کنم یعنی زنی که اطاعت میکنه و این بهشون به این تیپیکال افراد میگن مستر. اونایی که مثلا انحرافات جنسی دارن که مثلا اینا دنبال کسایی هن که اطاعت کنه ازشون. جمشید اومده نوشته سلام، شما از کجا میدونی؟ من به کلمه مرسی گفتن دخترها دیوانه ام. عالی. درسته نیست یعنی تو مثلا تو حالت عادی هم اینطوری صحبت می‌کنی سلام شما از کجا میدونی من به کلمه مرسی گفتن دخترها دیوانه ام؟ اصلا هیچ وزنی نداره. خب حالا اینجا یه پزشک داریم، آقای دکتر تشریف آوردن زیر این پست و نوشتن دکتر بهزاد متخصص زنان هستم. آتیش دکتر اینجا چیکار میکنی دکتر؟ ریخته ما نکن حالا. دکتر شما که تو حوزه‌تون ماشاءالله متخصص زنان هم هستید دیگه. حالا نمیدونم. خب بریم تصویر بعدی. بریم یه بار بذار بگم این تصویر آخر باشه. خب بریم بچه‌ها بریم تصویر بعدی که تصویر آخرمون هست با هم بخونیم و ببینیم چی به چیه. نوشته که امسال هم 3 تامون سینگل هستیم. خب بخون کامنتار شما. همین آقای M11 M22 نوشته همین خانومی که آبی پوشیده هیکل پورتریو داره بدید به من برم مرسی. چشم همین الان همون خانومو آخرش هم دندوناش اینجوری کرده. برای شما همین خانومو ارسال میکنم میبرم اداره پست بسته بندی میکنم میفرستم. فقط کد پستی رو برای من ارسال کن داداش. یکی نوشته آقای کرمی نوشته چرا پیدا نمیشه بیا. اوکی چشم. یکی اومده نوشته با سیبیلاش اصلا داداش. آره اینو بذار من بخونم. اومده نوشته که امسال دیگه از سینگلی در میای. قلب. بعدی شده برو. این داشمون فکر کنم ببینی این داشمون رو بچلونی از 12 سالگی کارهای نااخلاقی تنها در خانه در میاد. اومده نوشته کمه 3 نفر کم میارینا گفته باشم. داداش تو میخوای این ستاره جواب بدی؟ این ستاره رستم هم جواب نمیده. تو میخوای جواب بدی با قدر دمت گرم داداش، ولی دمت گرم اعتماد به نفسشو داشتی. خوبه مثلا 5 ثانیه میشه 6 ثانیه. خب بچه‌ها به پایان این ویدیو هم رسیدیم. ازتون یه درخواست دارم که همراه ما باشید. لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش نشه. این زنگوله رو بزنید که نوتیفیکیشن براتون بیاد. بازم اگر دوست داشتید ما از این برنامه از این مدل کلیپ ها براتون بسازیم کامنت برامون بذارید. امیر کلاب رو سابسکرایب کنید. دوستتون دارم. تا ویدیوی بعدی خدا یار و نگهدار شما.